ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. قسم 4، گفتاری 150. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. چنان که در قسم دوم تفصیلاً بیان کرده شده است، در سر شدن بهارام 1 ماه پیشتر از سال نو در فیض‌آباد هفته 1 روز در روز جمعه سیر خلقی برپا می گردید. در یکی از همین گونه روز جمعه من و حیرت هر دو به سیر فیض‌آباد برآمدیم. هوا در غایت خوبی بود. نسیم فارمی از کشتزارها و چارباغها وزیده، بوی خوشی میسه های گندم و جو، نکهت سبزه های خودروی لبی جویی و رایحه شکوفه های درختان زردالو را به دماغ کس مانند یک جان تازه می رسانید. ما در این گونه هوا در بین گروهی سیر کنندگان در سماوارخانه ها و در صحن خانقاه نشستن را مناسب ندیده، در چایجوشی که در دست داشتیم از سماوارخانه چای دم کرده، کمتر دانش و رک گرفته از انبوهی سیاحت کنندگان کنارتر رفتیم و در زیر درخت زردالوی سر تا سر شکفته‌ای که در کناری کشتزاری گندم بود کمپل پهن کرده، هر دو رو بروی همدیگر یک پهلو یازیده به دانش و رکخوری و چای نوشی در آمدیم. حیرت را قوه حافظه چنان بلند بود که قصیده های دور و دراز و پرچه های پرمضمون شاعران کلاسیک تاجیک را از یاد می دانست. او از این ذخیره تمام نشونده خود گوهرهای نایاب را شده شده برآورده در میان می گذاشت. در تعریف بهار، در توصیف سبزه و سیبرگه های کنار جویبار و کشتزار، در تصویر شکوفه های گوناگونی درختان میوه‌دار، قصیده ها و قطعه های مناسب و دلچسب را می خواند و من همه تن گوش گردیده خوانده های او را شنیده با های های و بای بای تحسین. در آخر حیرت به خواندن شعرهایی گذشت که آنها با بیانی بردوام بودن طبیعت از ناگزیر بودن وفات انسان خبر می دهند و آدم را در مایوسی می اندازند، چون که در آن وقتها در مزاج او آثاری بیماری سیل نمودار شده بود و حیات خود را در زیر خوف هلاک حس می کرد و با خواندن این گونه بیتها گویا چگونگی احوال خود را افاده می نمود. او در همین قطار 4 مصرع زیرین سعدی را هم خواند. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفد لاله‌زار، بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. من با شنیدن این بیت سیاحتی را که چندین سال پیشتر از آن در آنجا کرده بودیم به یاد می آوردم.
در آن وقت هم در این کشتزار و باغات سبزه و سیبرگه ها به چشم کس نور و به دل کس حضور می بخشیدند. بوهای خوشی شکوفه ها دماغ آدم را چاق می کردند. ما در این جاها هوای تازه خورده قوت بر قوت خود می افزودیم. اما از آن رفیقانی که در آن وقت چنان که در قسم دومی یادداشت‌ها شرح یافته است با ما بودند، 2 نفر بهترینشان مخدوم گو و پیرک به لب گور رسیدگی می نمودند. رفیقی حاضران حیرت هم حیات خود را در زیر خوف می دید. سبزه و سیبرگه ها و شکوفه و میسه ها باشند، مانندی هر ساله می سبزیدند، می رسیدند و می شکفتند و در سالهای آینده هم مانندی پیشتره و حاضره خواهند سبزید، رسید و شکفت. هجوم خیالات و وزیش شمال فارم بهاری ما را در زیر پرده پینک گرفته بود. یک وقت هوشیار شدیم که گشت روز شده در یکی از زمینهای یونوچقه دورتر از ما معرکه گوشتیگیری برپا گردیده است. ما هم چای جوش و پیاله را به دست و کمپل را در بغل گرفته به همان طرف روانه شدیم. در معرکه گوشتیگیری مانندی پیشتره اهالی نایب نشینی مزار در یک طرف و اهالی نایب نشینی گله آسیا در طرفی دیگر با هم مقابل می نشستند. اهالی شهر باشند در یک طرف بی طرف نشسته برای یاری رسانی منتظری مغلوبیتی طرف از طرفین بودند. ما هم به صفت بی‌طرفان در قطار اهالی شهر جا گرفتن نشستیم. معلوم می شد که ما دیر مانده بودیم و از هر طرف زور آزمایان برآمده یکی از دیگری غلطیده یا حریف خود را غلطانده بودند و در معرکه تنها یک جوان طلبگاری حریف شده راست می ایستاد. قدی او کوتاه، بدنش کمگوشت، رویش سوپ سرخ می نمود. او در میدان به غایت شرمگینانه می ایستاد، چنان که در صف نماز یا در پیش یگان آدمی کلان باشد، 2 دستش را پیش گرفته و سرش را به طرف زمین خم کرده بود. پهلونشینان ما به ما معلوم کردند که آن جوان از گله آسیاییان 5 نفر را پشت به زمین خوابانده است. اکنون منتظری حریفی ششم است. در همین وقت یکی از سرکاران معرکه اعلان کرد که برستمچه شورکوری عظیمی دهچگی طلبگار است. همین حاضر هر دوی اینها تماشا خواهند داد. تماشا بینان هوشیار باشند. من از این اعلان دریافتم که آن جوان خرجسته شرمگین رستمچه شورکوری بوده است که در قسم دوم یادداشت‌ها در باب سیر فیض‌آباد ذکرش گذشته است و چنان که در همانجا قید شده است او در وقت 20 سالگیش به مخدوم گو طلبگار شده برآمده بود. مخدوم گو به او رحم آورده قصداً او را نغلطانده بود. در وقتی که رستمچه از جهت جسارت خود به مخدوم گو عذر گفت، او وی را نصیحت کرده بود که بسیارتر مشق کند، به زور و قوه خود مغرور نشود، در آینده پهلوان خوب خواهد شد. معلوم شد که رستمچه آن توصیه های مخدوم گو را به عمل آورده است. هرچند قدش از اوله نیازیده
و بدنش قفس نشده باشد هم دست و بازوهایش با ساق و زانوهای پاهایش سیر مشکتر می نمودند. از مغروری باشد در وی اثری نبود. با وجودی 5 پهلوان را غلطاندنش در معرکه چنان می ایستاد که کس گمان می کرد همین زمان او از شرمگینی آب شده به زمین خواهد ریخت. به مقابل او عظیمی دهچگی برآمد. قدی او از قدی رستمچه بلندتر، بدنش قفسی سیرگوشت و سینش هم از وی بالاتر می نمود. او مغرورانه معرکه را یک دور زده آمده بر روی رستمچه ایستاد و بعد از با هم سلام علیک کردنشان دهچگی 2 دستش را به طرف رستمچه یازاند. ظاهراً او می‌خواست که پنجه های خود را به کتف‌های حریفش گذاشته با یک زور او را به زمین شیناند، اما رستمچه به این راه نداد. بندهای دستان یازنده حریف را پیش از آن که به کتفانش رسند با 2 پنجه خود محکم داشت و نگذاشت که خصم پیش آید و بالینگ های درازش به پاچه های حریفش ضربه زند. عظیمی دهچگی کوشش می کرد که دستانش را از دستان حریف خلاص کرده گیرد و با او با یگان هنری دیگری گشتیگیری مبارزه نماید، اما رستمچه به این نیت او راه نمی داد. پنجه های دستان او به بندی دستان دهچگی چنان سخت چسبیده بود که تماشابین گمان می کرد گیرای آهنی را سخت داشته است و این را از آن جدا کرده گرفتن ممکن نیست. رستمچه دستان حریف را محکم داشته هر زمان پس تیله می داد و پیش می کشید و بعد از چند بار این عمل را به کار بردن او را به طرف دستی راست و چپ الوانج داده باز در روی خود نگاه می داشت. بعد از چند بار این کار را تکرار کردن او دید که در حریف مداری نماند. باز یک بار دیگر وی را به طرف دستی راست خود الوانج داده و خود با یک چابوکی حیرت انگیز به طرف دستی چپی خود خم خورده خصم را مانندی جوالچه پرگندم به سرش برداشت و سری خود را اندک خم کرده او را برگردانده پشتناکی به زمین زد. اما در وقتی گردانده به زمین زدن چنان آهستگی و استایی به کار برد که حریف به زمین سخت بر نخورد، وگرنه استخوان‌های مهره پشتش ریزه ریزه شده احتمالی هلاک گردیدن داشت. این هنری گشتیگیری را که دست پیچ می نامند میگویند رستمچه تنها در مبارزه‌اش با دهچگی به کار برد، چون که حریف بسیار زور بوده تا آن وقت کسی پشت او را به زمین نرسانده بود. در نتیجه این مبارزه فریادی تحسین و آفرین از تماشابینان به آسمان رسید. حتی موی سفیدانی طرف مقابل هم رستمچه را به میانه گرفته شاباش شاد باش گویان نوازشکارانه به کیف و پشت او می زدند و با همین معرکه گشتیگیری هم تمام شده آدمان به هر طرف پراکنده گردیدند. من و حیرت از معرکه گشتیگیری به طرف شهر روانه گردیدیم. راهی ما از بالای خانقاه فیض‌آباد می افتاد. ما آهسته آهسته قدم می ماندیم و تا رسیدنمان به خانقاه در ایوان آنجا کسی نمانده بود و سماوارچیان هم از روی صحن نمد و پلاس‌های خود را خون داشته برای به شهر رفتن
تیاری می دیدند. حیرت گفت: عادتاً در ایوان و دیوارهای خانقاه به اینجا آمدگان چیزها می نویسند. خواندن همان چیزها هم خالی از تماشایی نیست. بیا ما هم ایوانهای خانقاه را گردش کرده چیزهای نوشته شده را خوانده بینیم. من قبول کردم و به صحن برآمده به ایوان خانقاه که با خشت پخته در شکل رواقها ساخته شده است در آمدیم. حقیقتاً نوشته های آنجا تماشا داشت. بعضی کاتب های خوشنویس با خط خوبی زیبا 1 یا 2 بیت را از شاعران گذشته به دیوار نوشته بودند، اما آنها چنان خطا و کلمه ها را تغییر داده نوشته بودند که از بیسوادی آن کاتبان خوشنویس کس در تعجب فرو می رفت. بعضی ها به بالای تغییر دادن کلمه ها و خطاهای املا شعرهای گذشتگان را چنان با خطی بد نوشته بودند که برای خواندن آنها بودن خود همان نسخه نویسان شرط بود. بعضی ها شعری بدی بیمضمون و فچی خود را با خطی که از شعرشان ماندنی نداشت نوشته در زیرش امضا هم گذاشته بودند. معلوم بود که آن گونه شاعر تراشان نه از شعر خبر داشتند و نه از خط و املا. با همه این به شعر و خط خود عقیده خوبی داشتند که برای تحسین و آفرین شنیدن از خوانندگان ناشناس خالص در اینجا نقش کردند. بعدی از یک سر دیده برآمدنمان آن نوشتجات را حیرت گفت: مرا در وقتی برآمدنمان از معرکه گشتیگیری تا آمدنمان به اینجا در موضوع بهار رباعی به خاطر رسید که می خواهم وی را در همین جا نویسم. شاید آدمی سوادناک اینجا رسیده این رباعی را خوانده وقتش خوش شود. او بعد از گفتن این سخنها بر روی صحن به جایی که سماوارچیان سماوار می جوشاندند رفته 1 لنده انگشت یافته آورد و یک جای دیواری گچکاری خانقاه را که سفید بوده هنوز در آنجا چیزی نوشته نشده بود پسندیده با سرلوحه زیرین رباعی زیرین را نوشت: رباعی ربیعیه بهاریه. ای طالعم از طلعت رویت فیروز، هر روزی من از بهاری وصلت نوروز. با یادی تو آوانی من آوانی شباب، بی روی تو ایامی من ایامی عجوز. ما از صحن خانقاه فرآمده راه خود را دوام دادیم. مردم هم 2 4 از پس و پیش می رفتند. من در قطاری از پیش روندگان دیدم که عظیم دهچگی با رستمچه پهلو به پهلو می روند و هر دو سرگرمی صحبت و چخچخ می باشند. من این حال را دیده خیلی خرسند شدم، زیرا آن پهلوانان نامدار بعد از آن که در معرکه در پیش مردم هنرنمایی کرده مانند جنگاوران معرکه محاربه به هم کارزار نموده زور خود را نشان دادند، باز مانند دوست دیرینه با هم می رفتند. معلوم بود که در دل خود کینه ای از هم پیدا نکردند. خصوصا من از عظیمی دهچگی خرسند شدم که او با وجود غلطیدنش از جوان خردسالتر از خود از او نرنجیده بود. این حال در بین پهلوانان و آلفتگان آن زمانی بخارا دیده نمی شد یا کم دیده می شد. ما راه خود را دوام دادیم و به سری دورهایی که یکی از آنها راست به طرف جنوب به جوگی خانه می رود
دیگری به دست چپ برگردیده به طرف غرب نگاه کرده رفته از بالای قلندرخانه به طرف دروازه شهر می گذرد رسیدیم. ما راه خود را راست به طرف جنوب دوام دادیم، زیرا نیتی بازدیدی مخدوم گو را داشتیم که به باششگاه او با این راه زودتر رسیده می شد. رستمچه با عظیم دهچگی هم در میانه روندگان با همین راه پیش ما رفته ایستاده بودند. در همین بین نمیدانم به چی سبب چشم من از آنها کنده شده به طرف دیگر افتاد و در همین وقت از بین مردم با فریادی جانکاه صدای کوشت کوشت برآمد و روندگانی پس و پیش دوان و تازان به جایی که رستمچه و عظیم دهچگی می رفتند غون شدند. ما هم چابکانه به همان طرف شتافتیم و در بین حلقه مردم دیدیم که جسد رستمچه در خاک و خون آغشته شده به زمین خوابیده است و یک ککاردی درازتیغی که دسته سفیدی استخوانی داشت به سر دیلی او تا گلوبند فرو رفته است. از دورادوری تیغی کارد خونی سیاه فواره زنان برآمده به هر طرف پاش می‌خورد، اما عظیم دهچگی در آن میان نبود. یکی از حاضران سری مجروح را جنبانده از وی پرسید: تو را کی زد؟ مجروح بی آنکه چشم خود را گشاید عظیم دهچگی با کارد زد گفت و علاوه نمود: وای. دیگر صدای از وی نبرآمد. بیشترین غون شدگان نه مجروح را می دانستند و نه عظیم دهچگی را. من درباره رستمچه و عظیم دهچگی معلوماتی کوتاهی به گرد آمدگان دادم و افسوس خوردم که عظیم دهچگی نامرد گریخته رفته است. بعد از چند دقیقه 3 جوانی دیگر پیدا شدند که در دست هر کدام آنها یک ککاردی خونالودی بود. آنها به کسی چیزی نگفته به سر رستمچه گذشتند. هرچند او را این طرف آن طرف جنباندند و گپ پرسیدند، او اثری حیاتی نشان نداد. اما چشمانش که در وقت زندگیش پوشیده بودند حالا گشاده شده، بی نورانه هم باشد به کسانی که به بالای سری مقتول حاضر می شدند گویا نگاه می کردند. وقتی که در بین مردم از گریخته رفتن قاتل افسوس ها پیدا شد، آن جوانان به دست افتاده به جزای خود رسیدن او را خبر دادند. نظر به قول آنها واقعا این طور شده بوده است: وقتی که عظیم دهچگی رستمچه را به همراهی خود تکلیف کرده به راه در آمده است، این جوانان شورکوری در شبهه افتادند. بنابراین گاه ها از پیش و گاه ها از پس حرکت عظیم دهچگی را زیر چشم گرفته همراه آنها روانه شدند و در دل خود قرار دادند که اگر عظیم دهچگی بر رستمچه حمله نامردانه کند او را مدافعه و حمایت خواهند کرد. اما افسوس که در وقتی به عمل آمدن جنایت آنها از قاتل و مقتول 1-2 قدم پیشتر بودند و از وقوع جنایت مانند آدمانی بیرونه راهگذر با شنیدن صدای کوشت کوشت خبردار شدند. آنها با شنیدن این صدا همین که پس گشتند، قاتل هم از پیش آنها گریزان گذشته رفته است. هرچی خوب شده است که آنها هوشیاری کرده نه به طرف مقتول برای خبر گرفتن احوال او، بلکه از دنبال قاتل برای دستگیر کردن او دویدند. قاتل شاید از خوف دستگیر شدن از طرف آدمان راهگذری از پیش آینده باشد، با راهی راست گریخته رفتن را مناسب ندیده برای پنهان شدن با یک دروازه کشاده جوگی گریخته در آمده است و
تعقیب کنندگان هم رسیده رفته برای پنهان شدن به او فرصت نداده او را میانگیر کرده هر سه‌شان از 3 طرفش با یک کارت ها هجوم نموده در یک حمله کاری او را تمام نموده. خوشبختانه گفت یکی از جوانان شورکوری، قاتل سراسیمه شده کارد خود را از بدن مقتول کشیده نگرفته گریخته است که در وقت هجوم ما او تماما بی اسلحه بود و ما بی آنکه از طرف او ضرری بینیم انتقام دوست خود را گرفتیم. دو نفر از جوانان شورکوری به سر مرده مقتول به طرز پاسبانی استاده، سیومشان برای عرابه یافته آورده جسد مقتول را به دیه بردن به عرابه کشخانه رفت. ما هم دیگر در اینجا استادن را کاری بر زیاد دانسته خواستیم به پشته برآمده به بازدیدی مخدوم گو رویم. اما حیرت با آن احوال پریشان که از واقعه ناگهانی پرفاجعه در ما روی داده بود به پیش بیماری برجامانده رفتن را مناسب ندید. احتمال این حالت ما به مخدوم گو تأثیری بد کند گفت. بنابراین جای نشسته قدر آسوده شده بعد از آن به بازدیدی بیمار رفتن موافق است. من این تکلیف او را قبول کردم و هر دو به گورخانه قاضی صدرالدین که در آنجا نزدیک بود در آمدیم. از یکی حجره نشینان آنجا آبی سرد پرسیده گرفته دست و رویمان را شستیم و نوشیدیم. حیرت قلمی و کاغذی از کیسه بغلی خود برآورده حرفهای سخنان رستمچه را که در آخر عمرش برای نشان دادن قاتل خود عظیمی دهچگی با کارد زد گفته بود با حساب ابجد شمرده دید و این شماره 1306 برآمد. این رقم از تاریخ هجری همان سال که 1318 بود 12 عدد کمی داشت. بعد از آن به این رقم سخنی واپسین مقتول را که وای بود حساب نموده ضم کرد. این رقم 1323 برآمد که از تاریخ مطلوب 5 عدد زیاد بود. پس از آن او حرف آخرین سخنی واپسین را که یه باشد به ه تبدیل کرده وای را واه ساخت. در نتیجه عددی مطلوب برآمد و این دو سخن معنن از یکدیگر فرقی نداشتند. به همین طریقه تاریخ کشته شدن رستمچه از زبان خودی او عظیمی دهچگی با کارد زد واه گردید. شاعری روان طبعی بدیهگوی فوراً چند مصرعی دیگر ترتیب داده یک قطعه تاریخی به وجود آورد. من یک چند مصرعی آن قطعه را هم برای یادآوری رستمچه که زوری، شجاعت و خاکساری او را خیلی دوست داشته بودم و هم برای یادآوری حیرت که دوست عزیز من بود در اینجا نقل می کنم. شما گفتاری 105 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.